اتود زدن یعنی چی؟ یعنی من یه پوستی میذارم، بیس رو دارم، براش 6-7 تا آلترناتیو میتونم بدم. پس دادن آلترناتیو های مختلف یکی از اتفاقای مهمیه که توی طراحی ما بایستی حتما تجربهش بکنیم. یعنی ببینیم که چه اتفاقی میتونه برای ما بهترین حالت برای اون پروژه خاص باشه. خب ما برای همین منظور من ماژیک غلیظم انتخاب کردم. احتمال داره بگم این یه تیکش رو میبندم به این حالت، اینو میارم اینجا، این خطا رو دارم، اینا رو لبه میدم، شیب اینجا رو من ترجیح میدم بالاتر ببرم. پس در واقع وقتی پوستی میندازیم داریم اتود میزنیم. این اتود زدن یعنی این که داریم در مورد یک پروژه چندین و چند بار فکر میکنیم و معنیش این هستش که الزاما پروژه‌ای که داریم انجام میدیم حرف آخر ما نیست، داریم در موردش تحقیق میکنیم. این تحقیق کردن بهش میگن اتود زدن، یعنی این که ما داریم اتود میزنیم. خب اینا رو به همین حالت نمایش دادم. پلا هم که صاف نباید بیان، پاگردشون کو، پس اینم یه ذره حرکت میدم، پاگرد براش میذارم، زاویه براش تعریف میکنم به این شکل. خب یک مقدار فرممون متفاوت شد. نمیدونیم که دوستش داریم یا نداریم. شاید تو همینجا حتی بعضی خطا هم تو هم بره، هیچ اشکالی نداره. میخوایم تجربه بکنیم ببینیم که بهترین حالت خوب موضوعمون چیه. پس این شد یکی از اتود هامون. میخوایم ببینیم اتود زدن چیه. پس یادمون باشه وقتی داریم در مورد اتود زدن صحبت میکنیم در واقع به این نتیجه رسیدیم که پرسپکتیو اولیه کارو داریم، طولش و عرضش و ارتفاعش رو تونستیم توی مکعب بکشیم. حالا میخوایم برای یک حجم ساده 6 تا 7 تا 10 تا فرم پیشنهادی بدیم. به این کار میگن اتود زدن. حالا این اتود میتونه تابع سلیقمون باشه، تابع مصالح باشه، تابع هندسه باشه یا تابع اقلیم باشه. اتود زدن یعنی ما پروژه‌مون رو هنوز بهش مطمئن نیستیم، داریم در موردش تحقیق میکنیم، داریم سلیقه‌های مختلف رو توش اعمال میکنیم. پس اتود حرف آخر یه معمار نیست. اکثر معمارها دفتر پوستی دارن، یعنی برای یک پروژه برای پلانشون 10 آلترناتیو میدن، برای یک حجمشون 10 آلترناتیو میدن. به این کار میگن اتود زدن. کسایی که دوست دارن اتود زدن رو تجربه بکنن، پکیج اسکیز طراحی معماری دنیایی از اون اتود زدن توش وجود داره و میتونن ازش استفاده کنن. خب من یه پوستی دیگه میذارم روش، ببینم این پوستی بعدی چیکار میخوایم بکنیم. شاید اصلا فرم اینو خوشمون نیومد، بگیم این چه فرمیه آخه، به چه دردمون میخوره اینقدر زشت. من یه فرم کلی بیارم به این آلت. این فرم کلی که داریم یک تفکر دیگه ای از ماجراست. بعد بگم خب اینجا من حجمو میارم به این شکل. ببینید خطا زیرش هست. پس بدون ترس روی این خطا داریم فکر جدید میاریم. حتی احتمال داره سطوحی که استفاده میکنیم عقب و جلو بره. توی اتود زدنمون اگر خطا رو هم رفت، اگر شلوغ شد، به هم ریختگی ایجاد کرد، اشکالی نداره. ما هنوز خودمون که به قطعیت نرسیدیم، پس خیلی راحت میتونیم تصمیمای خاص بگیریم برای پروژمون.
پس ساختار رو داریم ولی احتمال داره تمام جزئیات ما عوض بشه. پس این یک جور شد اتود زدن. بعد از این که یه دفتر اتود زدیم حاضر آماده شد، احتمالاً تصمیم بگیریم ببریم روی شیت هستیمون بگیم خب از میون این مثلا 10 تا آلترناتیو با صحبتایی که با مهندس سازمون میکنیم، با مهندس تأسیساتمون میکنیم، پروژه باید کدومش در بیاد و ساختار کلی پلانش هم به یه جایی برسونیم. پس میریم سراغ پیاده کردن این به عنوان یه پرسپکتیو نسبتاً دقیق‌تر و درست‌تر. خب میریم به قسمت شیت بندی. پس کاری که انجام میدیم ابتدا پرسپکتیو این رو میکشیم، اونی که تقریبا به نتیجه رسیده. گفتیم توی اسکچامون اصلا نگران نیستیم اینا اشتباه دارن، خطا دارن، بعضیاشون نشدن. خب بعد از این که یه حجم اولیه زدیم، بزرگترین چالش ما تبدیل کردن حجم به پلانه و بعضیا میگن ما نمیدونیم از حجم به پلان برسیم، از پلان به حجم برسیم، از مقطع اینا برسیم. خب پس چالش بزرگ ما این موضوعه. خب یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم همیشه اینه که ما بایستی بعد از این که یه اتود اولیه حجمی زدیم که خیلی هم مطمئن نیستیم، ساختار پلانمون الان یه مکعب مستطیل ساده است. در موردش هم فکر کردیم، گفتیم این مکعب مستطیلمون ولی توی حجم به این نتیجه رسیدیم اینجا یه ذره بزرگتر بشه سمت شرقش. خب اشکالی نداره، یه ذره بزرگترش کردیم. یا اینجاها به نتیجه رسیدیم خدچین باشه، یعنی سقف بیاد جلو و اینجاها بقیه سقفمون بره. پس این علامت ها رو میزنیم، شروع میکنیم توش طراحی کردن. میگیم این جداره که قرار شد ایوون و اینا باشه، پس اگرم طراحی میکنیم ترجیح میدم آشپزخونه اینا رو بذارم اینجا. اینجا هم که ورودی طبقه بالامونه، پس اگر بالا میریم احتمالاً نشیمنمون اینجاست. خب اگر اینطور احتمال داره توی خود این پله بخوره بره بالا، اتاقای خوابمون زیر شیروانی تو اینجاها باشه، یعنی اینکه من اینجاها رو تبدیل به اتاقای خواب بکنم. پس میره بالا، یه وید قشنگی هم اینجا خواهد داشت. اول رو هم میکشم و روی این 2 تا اتاق خواب دارم یا 3 تا اتاق خواب دارم. پس ساختار کلی تقریبا مشخص شد. یعنی ما الان میتونیم بگیم که کاری که داریم انجام میدیم تقریبا حال هواش چطوره. خب اینا رو هم که انجام دادیم، درختاش هم که گذاشتیم، یه مقدار پروژه رو هم بهش میرسیم، زیباییاشو بیشتر نشون بدیم. خب یک از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که مدل درخت‌ها رو بلد باشیم. پس وقتی داریم کار میکنیم دونستن مدل درخت‌ها هم خیلی مهمه. بریم سراغ مدل درخت‌ها.